سلام، خوش اومدیم به ویدیو میلیونی این هفته. چطور بریم کوزمون رو پتینه کنیم و میلیونی درآمد داشته باشیم. پس آخر ویدیو همراه من باش تا آموزش پتینه کردن کوزه میلیونی هم بهتون یاد بدم. بزن بریم. خب خوش اومدین به آموزش پتینه کردن کوزم. کوزه‌ای که من انتخاب کردم یه کوزه کوچولو بوده که زمان کمتری بگیره، برای دکوری روی میزم میشه. حالا شما بر اساس اون دکوری که خونتون داره، رنگی که میخوای انتخاب کنید و همچنین سایز کوزه‌تون دیگه بستگی به خودتون داره، ولی سایزهای بزرگم خیلی شیکن، همونجوری که میدونید ترند شدن. شما میتونید استفاده کنید، حتی گلدوناتون هم داخل کوزه ها بذارید. خب کوزه‌ای که اول از همه چیکار میکنید؟ به وسیله یک سنباده سطح کوزه رو صاف میکنید، تمیز میکنید و سنباده نرم میکشید. بعد با یه دستمال گرد و خاکاشو میگیریم که بریم سراغ مرحله بعد. مرحله بعدمون به این صورت هست که میخوایم رنگ درست کنیم. حالا ما بدنمون رو از رنگ اکریلیک استفاده میکنیم. رنگ اکریلیکی که من میخوام استفاده کنم رنگ سفید هست و مقداری مشکی و آب برای زیر کار. حالا رنگی که شما میخواید به کوزتون بزنید بستگی به سلیقه خودتون داره. من میخوام تم خاکستری بهش بدم، هم خیلی شیک بشه، هم به تمام مدل خونه میاد. دیگه بستگی به خودتون داره. مقدار سفید رو میریزیم داخل ظرف و یه مقدار کوچولو بهش مشکی اضافه کنید. اول ببینید که رنگ مورد نظرتون میشه، دلخواهتون هست، و بعد دیگه حالا تیر رو روشن کردن شما دست خودتونه. ولی برای مرحله بعدی که ما میخوایم درجه‌مون رو تیره تر کنیم، بهتره که این زیاد تیره نباشه. آبم بهش اضافه کردیم، حلالش هم آبه تا یکم روون بشه. خب بریم برای رنگ زدن. از قلمویی استفاده کنید که نرم باشه، راحت بتونید روش سطح بدنتون بزنید. به این صورت که دارید می‌بینید کل بدن رو یک دست یک رنگ به کار میزنید. حالا در خلال کار دارم خدمتتون عرض میکنم از رنگی که دلخواهتونه میتونید استفاده کنید. بعد سایز کوزتون هم بستگی داره به خواسته خودتون. حالا به خاطر من ویدیو سایز کوچیک انتخاب کردم، ولی سایزهای خیلی بزرگتر انتخاب کنید، خیلی کار عالی شیکی میشه. خب کل بدنتون رو کامل رنگ میزنید. یک دست که شد میریم برای مرحله بعدی کارمون. پتینه کردن کوزه از روش‌های مختلف، موادهای مختلفی استفاده میکنن دوستان، بستگی به البته بیسش یکیه، بعد ممکنه تنوع داشته باشه. خب ولی معمولا یکی کار میشه. و اینکه من چند نمونه پتینه کردن کوزه هم داخل کانال گذاشتم. این یه مدل دیگه است و از مواد دیگه و روشی که استفاده کردم که متفاوت تر بود. و اینکه حالا در خلال ویدیو خدمتتون میگم که مواد رو میتونید کدوماش رو به جای کدوماش استفاده کنید. به مرحله اضافه کردن مواد برای روی کار که برسیم، خمیری که میخوایم روی کار بچسبونیم، خدمتتون عرض میکنم. مرحله اول کارمون تموم شد. حالا اجازه میدیم که کامل ببینید یک دست شده، خشک بشه. خب رنگ اکریلیک معمولا زود خشک میشه. تا شما برید مرحله بعدی درست کنید این خشک شده. خب پس بریم الان ما توی مقدار موادی که داشتیم، از همون رنگی که داشتیم یه مقدار مواد اضافه میخوایم درست کنیم. چی اضافه میکنیم؟ میتونیم از پودر سیمان سفید استفاده کنیم که من دارم میریزم، پودر سیمان سفیده، و بعد یه مقدار پودر سنگ که اضافه میکنم، یه مقدار هم پودر سیمان سیاه و مقداری آب. این که دارید میبینید پودر سنگه، اضافه میکنم داخلش. بستگی که داره به حجم موادی که میخواین روی بدن کوزتون بزنید.
این کوزه کوچیکه و مواد کمتری میبره. شما اگه بخواید بزرگتر درست کنید مقدار بیشتر با درست کنید مسلما. و میخوایم شکل یه خمیر مانندی بشه که روی بدنه کار پیاده میشه. پس میتونید شما از چی؟ پودر جوش شیرین هم برای بافت دادن روی بدنه کار استفاده کنید. پس پودر سنگ، پودر سیمان، جوش شیرین، من پودر سیمان سیاه اتفاقا ریختم. حالا خمیری که درست میکنیم و بعد ببینید با هم مخلوط میکنیم و حتما هم سعی کنید از دستکش استفاده کنید. حالا دستکش نایلونی یا نخی یا پلاستیکی، به خاطر که آسیب به دستتون نزنید. در باقی مانده همون رنگ که داشتیم ریختیم. خب پس دیگه رنگی درست نکردیم تا یه حالت خمیر مانندی پیدا کنه برای ایجاد بافت روی بدنه کار. خب غلظتش هم آب زیاد نباشه، خیلی هم کم نباشه. خب که ما بتونیم روی بدنه کار به راحتی اعمال کنیم. حالا برای اعمال کردنش هم ما روشی که میخوایم استفاده کنیم به چه صورت هست. به این صورت که دارید مشاهده میکنید به روش ضربه‌ای کار میکنیم. یعنی ببینید به صورت رنگ نمیکشیم روی بدنه کار، ضربه میزنیم تا اون موادش روی بدنه کار بمونه. پس از خمیرمون برمیداریم، صورت ضربه‌ای روی بدنه کار اعمال میکنیم. کل سطح کارتون رو انجام بدین و بعد اجازه بدین که این کار خشک بشه. یعنی طول میکشه که این مواد روی سطح کار کامل خشک بشه. بعد که خشک شد من دیگه دوباره ادامه ویدیو توضیح میدم که چی کار میکنیم. پس اجازه بدین که این کامل خشک بشه. تقریبا نیم ساعت تا 1 ساعت طول میکشه خشک بشه، بستگی به ضخامت کاری که خودتون زدین داره و دیگه حجم کارتون. همینطور که دارید میبینید میزنید، نگاه کنید بافت‌های خیلی قشنگی روی بدنه کار ایجاد شد. حالا مال من که کار کردم یه مقداری چیز شد، روان شد. خب حالا سعی کنید شما مقدار آب کمتری اضافه کنید که شل‌تر بشه، سفت‌تر بشه. خب کل بدن رو زدید، اجازه بدیم ببینید بافت داره. کل بدن اجازه میدیم بمونه تا کامل خشک بشه. بریم سراغ مرحله بعد. ببینید به این صورت در میاد وقتی خشک بشه. حالا شما هرچی که موادتون بیشتر باشه، روی بدنتون پودر بیشتری زده باشین، ضخامت بیشتری، بافت بیشتری خواهید داشت. میریم برای مرحله بعدی که رنگی هست که میخوایم روی بدن کارمون اعمال کنیم. من یه خورده تیره تر استفاده کردم. ببینید اول مشکی زدم و یه مقدار خیلی کمی سفید زدم. خب پس دارید مشاهده میکنید بیسمون شد مشکی، یه مقدار خیلی کمی سفید که به این حالتی که دارید میبینید در میاد، خاکستری تیره. پس از اون رنگی که داشتیم 2 درجه تیره تر استفاده میخوایم بکنیم. رنگمون هم اکریلیک هست، مقدار آبم بهش اضافه میکنیم و بعد دوباره اعمال میکنیم روی بدنه کارمون. خوب حلش میکنیم، مواد رو یک دست میکنیم و بعد روی بدنه کار اعمال میکنیم. توی این قسمت هم من یه مقدار پودر مل به بدنه رنگم اضافه کردم. شما میتونید پودر مل یا پودر بچه اضافه کنید و اینکه از کجا مواد رو تهیه کنید شما میتونید از مصالح فروشی ها، اکثرا مواد رو دارن. توی این مرحله اگر دوست نداشتین هم نمیخواید پودری اضافه کنید میتونید نکنید، ولی بهتره که انجامش بدید. خب روی بدنه کار رو یک کوچولو اسپری میکنید که خوش شده که میخوایم کار انجام بدیم و بتونیم قشنگ کار رو پیاده کنیم. با آب بدنه رو خیس میکنیم و بعد بازم به صورت ضربه‌ای رنگا رو میذاریم. توصیه میکنم که از قلموی خشک و زبرتر استفاده کنید. قلموی نرم زیاد نمیذارن بافت ایجاد بشه و یا از اسفنج. حالا در ادامه ویدیو نشونتون میدم اگر از اسفنج استفاده کنید اونم خیلی کار قشنگی میده. و بعد به وسیله همون پارچه‌ای که دارید اضافه رنگ ها رو میکشیم و پاک میکنیم، چون نمیخوایم سطح کارمون خیلی
به این صورت غلیظ باشه. خب میخوایم کهنه بشه، پس به وسیله پارچه اضافه رنگ ها رو پاک میکنیم، پارچه رو نمدار میکنیم، یا اینکه اگه نگردید خود بدن نمدار پخش میشه به این صورت که دارید مشاهده میکنیم. وقتی بدن بافتدار شده باشه شما رنگ رو میذارید با پارچه میکشید روش و کامل قشنگ پخش میشه و خیلی بافت خیلی قشنگی، طرح خیلی قشنگی رو ارائه میده. حالا یه نکته دیگه بهتون بگم، اگر که یه قسمتی رو خوشتون نیومد، مثلا رنگش خیلی شد یا دوست نداشتید، میتونید اون قسمت رو سنباده بکشید کوچولویی، اون قسمت رنگش میره دیگه از زیر کار، مجدد اعمال کنید اون طرحی که میخواین. اینم یه نکته‌ایه گفتم خدمتتون عرض کنم. به این صورت که دارید میبینید تا کار کل بدنه کوزتون رو کامل با دستمال میکشید و پاک میکنید، یک دست میکنید. دیگه این بافت زدن، نحوه رنگ‌گذاری بستگی به خودتون داره، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، بستگی به سلیقه‌ای که دارین اقدام کنید. امیدوارم که شما از این آموزش خوشتون اومده باشه و بپسندید. یادتون نره که حتما لایک و کامنت بذارید و کانال سابسکرایب کنید. خب بریم در ادامه ببینیم که در نهایت چی میشه. خب همینجور که دارید میبینید با پارچه رنگایی گذاشتیم و محو میکنیم و قسمت‌های اضافه‌ش رو برمی‌داریم. بس بریم که ببینیم مرحله بعد رو باید چیکار کنیم. همین جای کارم این کار جالب و جذاب و قشنگ شده از نظر من. حالا امیدوارم که شما هم بپسندید. خب تا آخر کار که کل کوزتون این کار انجام دادید و تموم شد، میریم رو وارد یه مرحله بعد میشیم. ببینید الان این مرحلهش تموم شده. داخل دهانه کوزه هم من یه مقدار از همون رنگ بدنه گذاشتم که داخل تا انتها نمیخواد، فقط لبه ها. حالا برای اینکه یه تم دیگه هم بهش بدیم، من یه کوچولو از رنگ طلایی استفاده کردم. دارید ببینید کوچولو میذارم داخل ظرف با قلموی خیلی کوچولو، بعضی از قسمت ها رو یکم کوچولو طلایی میزنیم. با قلمو توی قسمت سطحی انجامش بدین که زهر رنگ رو با اصطلاح بگیرید و بعد تاچ کنید. قسمت های مختلف کارت که دوست دارین رو با این قلمو تاچ کنید. ببینید من از دسته ها زدم، لبه ها رو زدم، بعضی از قسمت های کنارش رو هم زدم و یه کار خیلی قشنگی شد در نهایت که میبینیم در انتها با هم دیگه. به این صورت که دارید مشاهده میکنید، قسمت هایی که مورد نظرتون هست و یک کوچولو با قلمون طلایی تاچ کنید. حالا شما میتونید از ورقه های نقره‌ای استفاده کنید که در دسترستون هست، میتونید تهیه کنید و اون رو بدنه کارتون استفاده کنید. ورقه های نقره که مثلا به تم کارتون مثلا میخواید خیلی شبیه باشه و براق باشه میتونید استفاده کنید. من از طلایی استفاده کردم. خب این هم از مراحل اجرای کوزه خیلی باحالمون، به قول خودمون میلیونیمون، که شما میتونید اگر این کار رو به صورت حرفه‌ای در نظر بگیرید کار خیلی زیبایی ارائه بدین و فروش خیلی خوب داشته باشید. خب اینجا بود که میخواستم خدمتتون بگم شما میتونید به جای استفاده از قلمو از اسفنجتون استفاده کنید. بزنید داخل رنگ کوچولو، البته شما برش بزنید و تاچ کنید قسمت های بدنه کارتون. حالا یا قبل مرحله 2 یا مرحله 3 بستگی به خودتون. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین و این هم کوزه پتینه شده ما جذاب و قشنگ و شیک. مرسی که از کانال ما حمایت میکنید. یادتون نره سابسکرایب، کامنت و لایک. روزگارتون خوش و شاد.